در جمهوری تاجیکستان 20 ایول روزی عید قربان تجلیل خواهد شد. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. سعید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 11 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس ماهشمار اسلامی عید قربان روز 20 ایول فرا می رسد. او گفت روز 13 ایول در جلسه شورای علمای کشور با مشخصات روز عید را رسما اعلان خواهند کرد. امروز در تمام عالم اسلام روز 1 ماه ذوالحجه، اگر امروز 1 ذوالحجه باشد پس حتما روز 20 ایول روز عید قربان است، گفت مفتی تاجیکستان. سال گذشته عید قربان در تاجیکستان به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بدون نماز دست جمعی برگزار شده بود. برای برگزاری نماز دست جمعانه در عید رمضان در 13 ماه می امسال مقامات اجازه داده بودند. آن زمان مقامات می گفتند که در کشور کرونا ویروس نیست، ولی حالا به گفته ساکنان و مقامات سرایت به کرونا ویروس در کشور افزایش یافته است. خوب تماشاگران عزیز، نوا را به دیگران برسانید. اگر خدای نکرده همین بیماری کرونا ویروس باز اوج یابد، ما نمیتوانیم مثل سال گذشته نماز عید قربان را دست جمعانه بخوانیم. و حتما نوار را به دیگران برسانید. به خاطر پخش شدن این نوارهای ما در زیر ویدیو لایک گذارید. خدا از شما راضی باشد.